أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانی معزز و مکرم، بینندگانی محترم شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 110 برنامه خودتان، برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه چند قسمتی گذشته در مورد احکام جنایز است و این قسمت ان شاء الله تعالی قسمت آخری از قسمت‌های احکام جنایز است که در چند قسمت گذشته در مورد احکام جنایز که تجهیز و تکفین جنازه بود و همچنین خواندن نماز و احکام خواندن نماز بر بالای جنازه و آداب خواندن نماز و همچنین در مورد زیارت قبر و آنچه که بعد از دفن کردن میت صورت میگیرد، سوال ملکین و مورد زیارت قبور و مشروعیت زیارت قبر و همچنین مشروعیت گریه کردن و حرام بودن نیاحت و بسر و صورت زدن. اینها را در قسمت‌های گذشته در روشنای احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کرده بودم و در این قسمتی از برنامه که قسمتی آخری این باب است، در مورد بعضی آداب و سنت‌ها و مستحباتی که بعد از دفن کردن مرده صورت میگیرد که او تیار کردن یا آماده کردن طعام برای خانه مرده است که همسایگان و همبستگان و هم محله های از او و اقارب و خویش و قوم و همچنان همسایگان از او مکلف هستند که در روزی که در خانه مرده می شود برای از او خانه نان تیار کنند و بفرستند و این از جمله امور مستحبات است. و همچنین موضوع تعزیت دادن اهل میت که بعد از مردن باید تعزیت داده شود، یا جمله امور مستحب است. بعضی از امور محرمه که صورت میگیرد اینها را در روشنای احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این قسمتی از برنامه خدمت شما بیان خواهم کرد. در مورد اینکه بعد از خانه کسی که مرده می شود باید سنت و مستحب است که همسایگان از او و اهالی و منطقه نان تیار کنند در خانه خود و طعام تیار کنند و به خانه مرده‌دار بفرستند و از جمله امور مستحب است و اصل در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که او را اصحاب سنن غیر از امام نسائی، امام ترمذی و امام ابن ماجه و ابو داود و همچنین امام احمد او را از صحابی جلیل قدر عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنهما روایت میکنند که هنگامی که حضرت جعفر ابن ابی طالب در غزوه مؤته شهید شدند و خبر شهادت ایشان به مدینه منوره رسید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما یشغلهم. شما به آل جعفر رضی الله عنه طعام آماده کنید و به خاندانی از او بفرستید. فقد اتاهم ما یشغلهم، در این روز به آنها خبری رسیده که آنها را از آماده کردن طعام مشغول ساخته که او خبر موت جعفر ابن ابی طالب، خبر شهادت جعفر ابن ابی طالب است. و جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه یکی از 3 قماندان‌ها و سرلشکرهایی بود، یکی از 3 شخصیت‌های بزرگ و مردان ابرقدرت تاریخ بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این 3 شخصیت بزرگ را، این 3 فرمانده بزرگ را در غزوه مؤته، در غزوه‌ای که در اون غزوه صحابه کرام مسلمان‌ها جان نثاری زیاد نشان دادند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این 3 فرمانده را به حیث فرمانده لشکری فرستاده بود که او لشکر را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای مقابله با رومی ها فرستاده بود. در سال 10 هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مدینه منوره لشکری فرستاد به حدود
سرزمین های روم که اردن فعلی هست، در آنجا موقعی بود به نام مؤته، جایی بود به نام مؤته و اونجا لشکری فرستاد که تعدادشان به 3000 می رسید و بر بالای آنها قائد و سرلشکری تعیین کرد به نام اسامه بن زید که بچه خوانده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر اسامه شهید شد قیادت جیش را جعفر ابن ابی طالب به دوش بگیرد و اگر جعفر ابن ابی طالب هم شهید شد قیادت جیش را عبدالله بن رواحه به دوش بگیرد و اگر او هم شهید شد مسلمان ها برای خود یک قائد دیگری تعیین کنند. همین بود که این 3000 مجاهدین، این 3000 مسلمان ها با قیادت این سه سرلشکر در مقابل 200,000 از رومی ها قرار گرفتند در جنگ مؤته و از خود جان فدایی ها و شجاعت زیادی نشان دادند و قائد اولی آنها زید بن حارثه رضی الله عنه به شهادت رسید و بعد از او جعفر بن ابی طالب قیادت را به دوش گرفت که در نتیجه جنگ و مبارزه هر دو دست خود را از دست دادن، هر دو دستشان به شهادت رسید و بعد خودشان هم شهید شدند که بعداً به لقب جعفری طیار مشهور شدند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال در مقابل دو دستی از او در جنت برای از او دو بالی داد که توسط این دو بال در باغ‌های جنت پرواز میکند و در هر جایی که خواسته باشد می نشیند. و بعد از شهادت جعفر بن ابی طالب قیادت جیش را عبدالله بن رواحه گرفتند و بعد از او ایشان هم شهید شدند و بعد از او مسلمان ها خالد بن ولید را قائد خود تعیین کردند و خالد بن ولید رضی الله عنه با حنکه و با تدبیر جنگی که داشت تانست که این 3000 لشکر را از ارتو و از مشکلاتی که واقع شده بودند بکشد و پیروزی را نصیب خود بکند و این 3000 لشکر که در مقابل 200,000 نفر رومی ها بودند با پیروزی و با سرفرازی دوباره به مدینه منوره برگردند. و وقتی که جعفر بن ابی طالب شهید شدند خبر شهادت ایشان به مدینه منوره رسید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هدایت دادند که شما به آل جعفر طعام تیار کنید و چون که در این روز برای از آنها مصیبتی رسیده و خبری رسیده که آنها را از آماده کردن طعام مشغول گردانیده، لذا شما با آنها طعام تیار کرده و روان کنید. و بنابراین از جمله امور مستحبه این است که خانه کسی مرده می شود همسایه های از او، خیش و قومی از او برای از او طعام تیار کنن و برای از او بفرستن و این جمله امور مستحبه است بعد از مردن یا در خانه کسی که مرده می شود. اما بخلاف این چیزی که در بعضی جاها مروج است و این که مردم در خانه مردهدار جمع می شوند و صاحب مرده برای از آنها طعام آماده می کند و اینها نوش جان می کنند، این خلاف سنت است و از این کار در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع آمده و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را از جمله نیاحت شماریدند که در خانه کسی مرده می شود مردم در اونجا به خاطر خوردن طعام جمع شوند و مردهدار خود مکلف کنه اگر نداشته باشد از جای هم قرض بگیرد تا که برای از کسایی که در خانه جمع شدن طعام آماده کند و اینا نوش جان کنند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را جمله نیاحت شماریدن و گفتند که این کار امر ناجایز است. در حدیثی که امام احمد را از جریر بن عبدالله بجلی رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند كنا نعد الاجتماع الى اهل المیت وصنعه الطعام بعد دفعه من النیاحه، ما جمع شدن در خانه مردهدار را و جور کردنی یا آماده کردنی کسایی که در خانهشان مرده شده طعام را برای ما، این کار را در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جمله اموری می شماریدیم که امور نیاحت، امور محرمه است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را از این کار منع میکردند. لذا این کار نادرست است، اما چیزی که صحیح و سنت و مستحب است و است که دیگرها باید طعام آماده کنند و به خانه کسی که مرده شده به اونجا بفرستند. و همچنین از جمله امور محرمه و ناجایز این است که کاری در زمان جاهلیت مروج بوده و حالی هم شاید در بعضی مناطق مروج بوده باشد و او این است که در اصطلاح شرعی به نام عقر یاد میکنند و عقر چنین بوده که بعد از اینکه مرده را دفن میکردند در سر قبری از او
گاوی را یا شتری را یا بزی را یا گوسفندی را پا و دستی از او را بسته کرده او را میکشتند و او را برای حیوانات اعلام میکردند که تا که حیوانات از گوشت از او استفاده کنه و این کار در زمان جاهلیت مروج بود و عقیده بر این داشتند که اگر بر بالای قبر کسی عقر کرده شود، حیوانی گذاشته شود، ذبح کرده شود تا که از او دیگر حیوانات زنده استفاده کنند از گوشت از او، این سبب از این می شود که وقتی که این شخص حشر می شود، سوار بر بالای این حیوان حشر می شود. اما اگر این کار کرده نشود، این شخص پیاده حشر می شود. و همچنین به این باور داشتند که چون این شخص یک نوع مفاخره و چیز در مفاخره در بینشان بودن، به خاطر افتخار این کار را میکردند و میگفتند که این شخص چون در زندگی خود انسان نانده بود، حیوانات را ذبح میکرد برای طعام مردم، پس ما این کار را میکنیم تا که از این بعد از مردن از او دیگر حیوانات از گوشت این حیوانی استفاده کنه که بر بالای قبر از عقر شده یا ذبح شده. و گفتیم که از این کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند. در حدیثی که امام احمد و امام ابو داود از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا عقر فی الاسلام، در اسلام عقر نیست. و در تفسیر از این امام عبدالرزاق فرمودند کانوا یعقرون عند القبر بقره او شاة، در زمان جاهلیت مردم عادت داشتند که در بالای قبر گاوی را یا گوسفندی را عقر میکردند، پا و دستی از او را بسته میکردند و او را ذبح میکردند و در آنجا میگذاشتند تا که حیوانات و طیور و پرنده ها از او استفاده کنند. و همچنین خطابی میگوید که کان اهل الجاهلیت یعقرون عند قبر الرجل الجواد، عادت اهل جاهلیت این بود که اگر شخص جوانمرد یا شخص کریمی وفات میکرد، در بالای قبر از او حیوانی را عقر میکردند، ذبح میکردند و میگفتند که ما ایره به خاطر از اینکه این شخص در زندگی خود جواد و کریم بوده ما این کار را میکنیم. و همچنین در روایت های آمده که آنها به این باور بودند که اگر این کار کرده شود، این در روز قیامت این شخص سوار بر بالای این حیوان حشر می شود و اگر این کار کرده نشود، این شخص در روز قیامت پیاده حشر می شود. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این کاری که در زمان جاهلیت مروج بود صحابه کرام را منع کردند و این کار از جمله امور ممنوعه است. اگر در این عصر هم در بعضی جاها مروج باشد، از عادتهای جاهلیت برای مردم مانده است و در اسلام اصل و اساسی ندارد. و همچنین از جمله امور مستحبه بعد از مردن در خانه کسی میت می شود، مرده واقع می شود، مصیبتی واقع می شود، این است که به اهل از این مرده تعزیت داده شود، تقدیم تعزیت به اهل مرده. و عزا گفته می شود صبر دادن را، صبر الحسن، صبر نیکو، صبری که در اول مرحله بر انسان پیش می شود که او را انسان انجام می دهد. و تعزیه یعنی تقدیم عزا، تقدیم صبر دادن برای کسی که در خانه از او مرده می شود. و در این مورد احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که کسی که مرده‌دار را تعزیت می دهد، برای از او صبر می دهد، برای از او الله متعال ثواب تعیین کرده، همچنانه که اگر او شخص صبر می کند الله متعال او را ثواب می دهد و کسانی دیگری که برای از او تعزیت می دهند الله متعال برای از اونها هم همچنین ثواب می دهد. در حدیثی که امام ابن ماجه رحمت الله علیه و از محمد بن ابی بکر بن عمرو بن حزم روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من مؤمن یعزی اخاه بمصیبت الا کساه الله عز وجل من حلل الكرامة یوم القیامه. هیچ مؤمن مسلمانی نیست که برادرش که برای از او مصیبت رسیده او را تعزیت میدهد مگر اینکه الله متعال در روز قیامت لباس کرامت را بر تن این شخص میکند. این شخصی که برای از او مصیبت رسیده انسانی مسلمانی دیگری برای از او تعزیت تقدیم میکند، در نتیجه یا ثواب و اجر و پاداش از این است که در روز قیامت برای این تعزیت تقدیم کننده الله متعال لباس کرامت را بر تن از او میکند و او را میپوشاند. و همچنین امام ترمذی و امام ابن ماجه رحمت الله علیهما روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من عز مصابا فله مثل اجره. کسی که یک مصیبت دیده ای را تعزیت میدهد برای از او امو ثوابی میرسد که برای مصیبت دیده میرسد. برای کسی مصیبت میرسد
او صبر میکند الله متعال چقدر ثواب برای از او میبخشد. برای کسی که برای از او تعزیت میدهد و او را صبر و دلداری میدهد الله متعال برای از او همچنان ثواب میبخشد. و این امر گفتم که از جمله امور مستحب است و احیانا منجر به واجب هم می شود. احیانا تعزیت واجب می باشد، خصوصا در حق کسی که یکی از اقاربش بمیرد. مثلا شخصی پسرش میمیرد، بر برادری از که عموی پسری از می شود واجب است که برادر خود را تعزیت بدهد، چون تعزیت دادن از جمله در اینجا از باب صله رحمی است و قطع صله رحمی حرام است و کردن صله رحمی انجام دادن صله رحم واجب است. لذا تعزیت در این صورت، در صورتی که کسی که نزدیکش میمیرد، در اون صورت تعزیت دادن برای از او از باب واجب است، نه از باب مستحب، چون عدم تعزیت منجر می شود به اینکه این شخص قطع صله رحمی کرده باشد. و الفاظ تعزیت در احادیث متعددی ثابت شده است که گفته می شود برای اهل میت که عظم الله اجرک و احسن عزاءک و غفر الله لمیتک، یا اگر کسی به زبان فارسی میگوید که خداوند متعال مرده شما را ببخشد، غریق رحمت کند و از عذاب قبر و فتنه قبر او نجات بدهد و خداوند متعال برای شما صبر جمیل نصیب کند. و برای از او میگوید که این راه ما و شماست، همگی ما و شما در این راه رفتنی هستیم و مرگ یک چیزی حتمی هست، هیچ کس از او نجات پیدا نمی کند و این کاروان است که پشت یکدیگر همه در او روان می باشیم و این قضا و قدر الهی بوده که مرگ به سراغ نزدیک شما آمده. خداوند متعال اجر از را و پاداش از را برای شما نصیب کند و مرده شما را غریق رحمت کند. و از جمله این الفاظی که دلالت به صبر و به تسلیت میکند. اینها از رسول، این الفاظ است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحابه کرام در حدیث متعددی ثابت شده است. و الله متعال و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را همیشه تشویق و ترغیب کردن به صبر و به حوصله و به شکیبایی در وقت رسیدن مصیبت. الله متعال در وصف مؤمنین می‌فرماید که والذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مسلمان ها کسانی هستند که وقتی که به آنها مصیبت میرسد فقط این را میگویند که انا لله و انا الیه راجعون، ما فقط از الله هستیم و به طرف او رجوع کننده هستیم. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث ما را به صبر و به شکیبایی در وقت رسیدن مصیبت که از جمله از او مرده شدن در خانه کسی است تشویق کردن. جمله حدیثی که اصحاب صحاح سته را روایت میکنند از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الصبر عند الصدمه الاولى، صبر که است در وقت صدمه اول است، وقتی که بر انسان خبر میرسد اول مرحله باید در وقت صبر کند. اما کسی که در وقت صبر و شکیبایی نکند بعد از او دیگر صبر معنایی ندارد. صبر در وقتی است که بر انسان خبر ناگهانی ناخوشایند ناگهانی میرسد باید در وقت نفس خود را متمالک شود و صبر را پیشه خود کند. و همچنین امام مسلم و امام احمد و ابن ماجه رحمت الله علیهم از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت میکنند که رسول اکرم که ایشان فرمودند سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول، من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که چنین فرمودند ما من عبد تصیبه مصیبه فیقول، هیچ بنده مسلمانی را مصیبتی نمیرسد بعد از او این چنین اون شخص میگوید که انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. هیچ بنده مسلمانی نیست که برای از اون مصیبتی میرسد و او این را میگوید که ما از الله هستیم و به طرف از او رجوع میکنیم، ای بار الها ثواب مصیبت من را برای من بده و این آنچه که از من گرفتی عوضی از این را برای من بهتر از این بده. اگر پسری من را از من گرفتی بدل از این پسری دیگری بهتر از برای من بده، اگر برادری من را گرفتی بدل از این برادری بهتری برای من بده، اگر خانه من را از من گرفتی در بدل از این خانه بهتری برای من بده. الا اجره الله فی مصیبته، مگر اینکه الله متعال در این مصیبتی از او عوضی بهتری برای از او اجر و پاداشتی این مصیبتی از او را میدهد و اخلف له خیرا منها و عوضی بهتری برای از او میدهد. پس الله متعال ما و شما را
به صبر و به حوصله‌مندی نصیب کند که در وقت مصیبت صبر و شکیبایی را پیشه خود کنیم و از نیاحت و از سر و صورت زدن خودداری کنیم، آنچه که در زمان جاهلیت موجود بوده. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه خدمت شما بعضی از افعال و عادات بده که مروج است و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از او معنا کردن، او را در روشنی حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شما بیان خواهم کرد. با ما باشید. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذر القمة. هو المصطفى قادنا للفلاح ودرب الرشاد إلى الجنة. فلست أقدم أمرا علي حبيبي نبي له دعوتي. از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مهرورزان را الله مهربان مورد مهر خیش قرار می دهد، پس نسبت به اهل زمین مهربان باشید تا آن که در آسمان است بر شما مهربان باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترامات جدید خدمت شما عزیزان هستم. قبل از میان برنامه خدمتتون عرض کردم که کسی که خانهش مرده می شود بر دیگران سنت و مستحب است که طعام آماده کنند و برای خانه که در او مرده شده بفرستند و همچنین سنت و مستحب است که به اقارب و نزدیکان از او تعزیت تقدیم کنند، تسلیت تقدیم کنند. و الفاظی که برای تعزیت و تسلیت آمده خدمتتان بیان کردم. و از جمله امور محرمه و ناجایز این است که دشنام دادن مرده و یا اینکه یاد کردن بدیهای از او. کسی که میمرد بر زنده ها محرم و ناجایز است که اون را دشنام بدهند یا بدیهای از او را یاد کنند و این کار در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که مسلمان ها را از این کار، از ارتکاب این کار منع کردند. حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا. شما مرده ها را دشنام ندهید چون آنها رسیدن به آنچه که کرده بودند، به جزای اعمال خود رسیده اند. اگر آنها اعمال نیک انجام داده بودند الله متعال جزای آنها را داده است، جزای خیر آنها را، و اگر آنها اعمال بد انجام داده بودند الله متعال جزای آنها را هم داده است. دیگه به شما کار و غرضی نیست شما آنها را دشنام ندهید و بدیهای آنها را یاد نکنید.
و همچنین امام ترمذی رحمت الله علیه از مغیره بن شعبه رضی الله عنه این حدیث را روایت میکند و در آخر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علت این منع را، علت این نهی را بیان میکنند که چرا از دشنام دادن مرده و از یاد کردن بدیهای از اون منع شده، به خاطر از اینکه فتؤذوا الاحیاء، به خاطر که شما با این کارتان زنده ها را اذیت میکنید و سبب اذیت و آزار زنده ها می شود، چون بازماندگان این شخص مرده که برادرش هست یا پدرش هست یا مادرش هست یا خواهرش هست، وقتی که از شما میشنود که شما مرده از آنها را دشنام میدهید، بدیهای از او را یاد میکند، این اذیت می شود و آزار مییابد و اذیت و آزار انسانی مسلمان محرم و ناجایز است، همچنانی که الله متعال می فرماید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، کسانی که مردهای مؤمن را و زنهای مؤمن را اذیت و آزار میدهند به آنچه که آنها مرتکب آن نشده اند، بدون گناه بدون موجب آنها را اذیت و آزار میدهند، اینها احتملوا بهتانا و اثما مبینا، اینها مرتکب بهتان و گناه آشکارا شده اند که هم بهتان کردند و هم گناه آشکارا را مرتکب شده اند. و چون اذیت و آزار مسلمان، انسانی مسلمان محرم و ناجایز است، لذا دشنام دادن مرده که سبب اذیت انسانی مسلمانی زنده می شود، این کار محرم و ناجایز است. و عده علما هم رأیشان این است که ولو که مرده کافر هم بوده باشد، دشنام دادن از او و ذکر بدیهای از او محرم و ناجایز است، چون این کار، چون اگرچه انسانی کافر بوده باشد باز هم همبستگان مسلمان دارد و این کار سبب اذیت همبستگان مسلمانی از او می شود، لذا این کار محرم و ناجایز است، الا اینکه در حدودی بوده باشد که این شخصی بدیهای یا بعضی عادتهای شخص فاجر را بیان میکند تا که دیگرها مرتکب از او نشوند، یعنی در از باب پند و نصیحت و اندرز بوده باشد، در او صورت اشکالی ندارد، همچنان که الله متعال برای ما در قرآن کریم عادتها و یا خصال و یا کارهای امتهای سابقه را ذکر میکند و اینکه چه کار سببی این شد که آنها را در معرض هلاکت، در معرض غضب الله متعال قرار داد، اینها را ذکر میکند تا که برای ما پند و اندرز بوده باشد. و همچنین امام احمد و امام نسائی رحمت الله علیه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تسبوا امواتنا فتؤذوا احیاءنا، شما مرده های ما را دشنام ندهید، چون این کار منجر می شود به اذیت زنده های ما و اذیت ما مسلمان های زنده حرام و ناجایز است، لذا دشنام دادن مرده ها که منجر به اذیت زنده ها می شود، این کار هم محرم و ناجایز است. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی ترغیب کردند به اینکه باید شخصی اگر میمرد بعد مرده از او ما همیشه خوبی های از او را یاد کنیم و از یاد کردن بدی های از او اجتناب ورزیم، همچنان که در حدیثی که امام ترمذی او را روایت میکند و امام ابو داود همچنان از ابن عمر رضی الله عنهما که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذکروا محاسن امواتکم و کفوا عن مساویهم، شما همیشه خوبی های مرده خود را بیان کنید، خوبی های مرده های برادران مسلمانتان را یاد کنید و از یاد کردن بدی های از اونها باز بیستید، همیشه خوبی اگر خوبی دارن خوبیش را یاد کنید و اگر نه، اگر از یاد کردن بدی های از او خودداری کنید و بدی های از اونها را یاد نکنید. و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا مات صاحبکم فدعوه ولا تقعوا فیه، وقتی که یکی از شما میمرد شما او را به حالت خود بگذارید که الله متعال با او چی میکند، اگر کاری خوبی داشت الله متعال جزای از او را خوبی از او را میدهد و اگر اعمالی بدی داشت همچنان الله متعال جزای اعمالی بدی از او را میدهد. ولا تقعوا فیه، شما بدی های از او را یاد نکنید، غیبتی از او را نکنید و دشنام برای از او ندهید. و همچنین از امور محرمه که سبب اذیت مرده می شود، سبب اذیت میت می شود، این است که نشستن بر بالای قبر
یا تکیه زدن بر بالای قبر است و از این کار هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نهی کردند، چون این کار هم سبب اذیت و آزاری مرده می شود. این در حدیثی که امام احمد رحمت الله علیه از عمرو بن حزم انصاری روایت میکند آمده است که ایشان فرمودند رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا متکی علی قبر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من را دیدند که من بر طرف قبری تکیه زدم، بر بالای قبری نشستم و اون را تکیه خود قرار دادم، تکیه زدم بر بالای از او. فقال لا تؤذی صاحب القبر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من را از این کار منع کردند، گفتند که این کار سبب اذیت میت و صاحب قبر می شود، تو این کار را نکو و صاحب قبر را اذیت نده. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لئن یجلس احدکم علی جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خیر له من الجلوس علیه. یکی از شما که بر بالای قوقی از آتشی بنشیند و این قوق آتش کالای از این را، لباس از این را بسوزاند تا که به جلد و به جسمی از این برسد و جسم و جلد از این را هم بسوزاند، این بهتر است برش از اینکه بر بالای قبری بنشیند. و این هم دلالت میکند به اینکه این کار محرم و ناجایز است. و همچنین امام مسلم رحمت الله علیه از ابی مرصد روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیها. شما نه بر بالای قبرها بنشینید و نه به سوی قبرها نماز بخوانید. و در این حدیث هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم بر بالای قبر نشستن را منع کردند و هم به سوی قبر نماز خواندن را، قبر را مسجد قرار دادن را منع کردند. و این هم ظاهر نهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت به تحریم میکند. لذا قول اکثر و جمهور علما این است که این کار محرم و ناجایز است و این کار سبب اذیت و آزاری مرده می شود و هر چیزی که سبب اذیت انسان مسلمان چه در زندگیش و چه در مردنش می شود، این کار محرم و ناجایز است و درست نیست. و در اینجا احادیثی که متعلق می شد به باب جنازه به احکام و مسائل جنازه خاتمه می یابد و احکام و مسائل جنازه را در چند قسمتی در روشنای احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض و بیان کردم و وقت برنامه ما هم به پایان رسیده است و ان شاء الله تعالی در قسمت آینده با باب جدیدی از ابواب نماز خدمت شما خواهم بود. تا با وقت الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.